ترکیب هست که برای لک، منافذ باز، چربی و التهاب خوبه. میدونی اسمش چیه؟ نیاسینامید. اگر که لک روی صورتت داری و جای جوش روی صورتت مونده و احساس میکنی که پوستت زیادی چربه، نیاسینامید یه اکتیویه که میتونه کمکت کنه و نیاسینامید منافذ باز رو کوچکتر نشون میده و همچنین التهابات پوست رو کمتر میکنه. نیاسینامید رو هم صبح میتونید استفاده کنید هم شب، اما اینکه صبح استفاده کنید با ضد آفتاب خیلی بهتره و اینکه با اکثر اکتیوها هم مشکلی نداره، سازگاری داره، مثل هیالورونیک اسید، مثل سالسیلیک اسید، رتینول و از 10% استفاده کنید نیاسینامید 10% و از تعداد دفعات کم شروع کنید. اگر تجربه استفاده از نیاسینامید رو داری برام بنویس و اگر سوالی داری همینجا بپرس تا راهنماییت کنم.